چی کارخونه و کمرسکی کارخونه باشد کارخونه دولتی نخود پول بگیره من تو این کارم با این دچار نشدم یعنی هیچ وقت چای پولی نداده دلیده این ترکیلینی که میریم دارو مینویسن میریم دارو میخریم خب با در کجا مثلا چیزی که با پول کار مثلا تمام میشود یا به پول کار تمام میشود خب مثلا بیشتر در کجا مثال شما مثلا برای چی شما حق خدمت دادگی هستین؟ ولی نه رفت آمد میکنه برای چی؟ یک نفر وقتی کارتون تمام میکنه در اداره یک وزارت کمیته وقتی کارتون تمام میکنه شما چای پولی میتید؟ نه برای چی؟ خب مثلا در کجا میشه چای پولی میتید در کجا نمیتید؟ عرض کردم من بسیار وقت من دیزاینرم بعدم کاستم صحبت دیزاین میکنم برای کار میتونم حق دیزاین شما میتونم و برای کسب کار میتونم سرک دیگه پشت کنم زیاد خوب است آره یگان تا کارش پول ندارم کارم نگذاشته بچه‌ها میرن کارش رو کردن مثلا در کدام حالت مثال شما چای پولی میتین؟ در حالت که وای کاری ما رو آغاز نه والای را همچنان راضی کردن وای خب بسیارتر در کجا مثلا همین خیلی با میکنن؟ در کجا؟ خب مثلا شما در کجا چای پولی دادگی؟ در مثال یکان رستوران کافه مافه و مشنی دروش بخاطی ارشد باید بجای براشون نسکاری کار مربوط نه همون دست میتین خب با فکر شما همین مزد دست پاره حساب میشه یا نه؟ با فکر من نه